امروز ما آمدیم به یکی از مارکت ها که لوازم زمستانی به شمول کمپل، لحاف و بعضی از لحاظ جنسیت که از 900 شروع است تا 1500 1300 است یک نفره. با دو نفره که است همون تو شروع است از 1500 1200 شروع تا 3000 است. تقریبا قالین است دیگه. قالین است، قالین هم است و کمپل واری است. میتونن سر موکیت هم از استفاده کنن. سر موکیت است نه یا. بسیار مقبوله. یکی از فرش برقی است مکمل اتاق گرم میکنه زیر قالین آوار میشه. بسیار خوب. لیافای خارجی است نه آمده خیلی خوش است. لیاف است یا کمپل؟ این هم کمپل است هم دیگه لیاف. هر دوش دیگه گفته میشه. پخته از یا پخته وطنی؟ پخته خارجی است سفید کلش دستوزی. خب اینه دوستا پشتش هم میبینین کاملا دستوزی است. پشت توشکش هم رنگش باشه بخی خوبش. توشک و پردهش هم رنگش می باشه زیادتر و خانه عروس میگیرم میشه. عرض سلام و درود هموطنای خوب و مهربانم. امیدوار هستم خوب و صحتمند و سرحال باشین و یک روز خوب و خوش آغاز کرده باشین. از زایدل باز هم من کنارتان هستم از چینل یوتیوب پنجره افغانستان، البته با یک برنامه جدید که پیش از اینکه برنامه رو بگویم لایک و سابسکرایب چینل یوتیوب پنجره افغانستان فراموش نکنین، با دوستایتان هم شیر کنین و سپاسگزار حمایتایتان هستم از زایدل. دوستای عزیزم، امروز ما آمدیم به یکی از مارکت ها که لوازم زمستانی که شما در تصویر خودتان میبینین که لوازم زمستانی به شمول کمپل، لحاف و بعضی چیزهای دیگه هست اینجا. حتی کمپل‌های برقی و توشک‌های برقی هم هست. ما را همراهی کنین دوستا، میریم صحبت‌ها رو می‌دونیم. اینجا بسیار زیاد است. همچنان فعلا هم در یکی از دکان‌ها هستیم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین؟ شکر از خیرت است. الحمدلله. سلامت باشین. اسم مبارکتان چی است؟ خدا یک معرفی کنین. ما اسم مبارک زیارت گل است. بسیار خوب. خب بر ما بگین چقدر وقت میشه اینجا کار میکنین؟ یک 7 سال میشه. 7 سال میشه. چی چیزا دارین شما در دکانتان؟ من که میبینم کمپل بسیار است. کمپل از سرتاختی است، اما لیافا است، لیافای کلان است، خرد است، سرفرشی، هر چیز، توشک برقی، فرش برقی، همین زمستانی کلی چیزایش هست اینجا. سیزن کار شما هم دیگه اینمی وقت است. همین سیزن است خو، همین سیزن. چطور است بازارا؟ خوب از گزاره میکنه همون. زیاد او قدر خوب خونه است ولی خوب است. خوب است دیگه. خب بر ما بگین که کمپلا و چیزایی که نو آمده کدام هستن؟ کمپلا خو همین کلش نو آمده. سعی کلش پلنگی میآید. بسیار خوب. این پلنگی است. این گلدارش هم است. یک نفرم داره، دو نفره کلش داره. داره. در جنسیت اینا یک چیز هستن یا فرق نه فرق میکنه، هر کدامش فرق میکنه. چند نامه میباشه از لحاظ جنسیت؟ از لحاظ جنسیت که از 900 شروع است تا 1500 1300 است یک نفره. با دو نفره که است همون تو شروع است از 1500 1200 شروع تا 3000 است. اما قیمتش 3000 قیمت 3000 از اینکه باز بالا. حتما همون خوبش آمد. همین از اینکه خوب کمپل دیگه نیست. خب یا چندی هستین یا؟ یکی از 1200 است 900 اخری میتم باز. یا داخل کشور آماده میشه یعنی از بیرون؟ از بیرون چین میآید کلش. بعضو لیافا که از داخل کشور است. و لیافا که از ایش که از لیافا. این لیافا دختگیشون کار دست است. کار دست است. و روسی است. و لیافا که است لیافا روسی. روسی لیافا است.
بسیار خوب. همین سر تختیش از کلش. اینی کمپلا بازیات این چطوره؟ کمپلا 2 نفره است ازی. خب آه. میشه که یک بار باز کنیم ببینیم؟ واس کنیم چرا نه؟ که دوستان ببینن. دوستا شما میبینین که نام خدا دکان بسیار کمپل خوب نازک. بالا. اینا دوستا میبینن دیگه. بسیار رنگ مقبولم داره. رنگ مقبول هم داره، گلش هم مقبول است. همین زیاد میچاله. این رنگ فولادی زیاد میچاله، قوی فولادی. اما تو خوب نرم. خوب نرم است، جنسیت هم نرم است و چیزم خوب گرم هم است کمپل. سابق کو بود یک رقم کمپلا بود درشت رقم بود شخ بود نه؟ او چیز علی نمیچاله. حالا فقط اینمی کمپلا. همین کمپلا زیاد. قیمت ازی چند است؟ این قیمت که است آخری 2,500 است. 2,500. بسیار خوب. خوب قیمت نیست یک ذره؟ نه اما تو خواست 1500 هم داره. همون جنس. سبکتر که چقدر سبک باشه ارزان می باشه، چقدر که قیمت بالا باشه. قیمت باشه همون تو دبل می باشه. جنس‌های ازی باز نظر به تکشون فرق میکنه. او تکه فرق میکنه. چند نوع تکه داره؟ این خو یک قسم که است یک ذره درشت است همون تو میگی. یک هم نرم است، نرم خوبش است. دوستان میبینن که بسیار خوب. این 2 نفر است دیگه. 2 نفر است. یک نفرش هم باز یک پورا کینگ سایز است. بسیار خوب. یک نفرش باز چند است؟ یک نفره که است باز یکی است 900 است آخری. بیش خو زیاد میگه مردم دکانداری خودی تو است که 1300 به 1400 هم آخری 900. جرامت داره دیگه. جرامت داره بازی. باز دبل یک نفره سبک است، دبل هم باز داره. یک لایه از اینا می باشه؟ یک لایه است و نازک است، خزانی است باز. نازک‌تر است. نازک‌تر است. کمپلا در کل یک لا و 2 لا می باشه. کلش یک لا و 2 لا می باشه، دیگه رقم نمی آید. خب درباره لیافا بر ما معلومات بدین. لیافایی که از پخته از اینا است چی است؟ خارجی است. اما خارجی پخته است. یک رقم است بیخی از خارج میاد، اویش هم است. یک رقم است که اینجا دوخته میشه همون است. او ارزان است، بازم خارجی که است و قیمت تمام میشه. پخته وطنی هم داره این کدام لیافا؟ وطنی از این نمی باشه. زیاد گرنگ است. گرنگ می باشه به خاطر همین. او گرم هم نمی باشه. این گرم است. گرم است زیاد به خاطر. کدامش باز خوب است؟ وطنی ارزان است یا این؟ وطنی ارزان است. ارزان است. کیفیت خو چیز گرمایش یک چیز است، باز وطنی که است ارزان میفته. ارزان است. یا قیمتاشون چند است؟ همین یک نفره که است یک نفره 500 است، باز آخری 400 میتم. 2 نفره که است 700 میتم آخری. خب چی چیزا داره اینا؟ یکی از فرش برکی است مکمل اتاق گرم میکنه، زیر قالین آوار میشه. بسیار خوب. اما باز با چیز بخاری ضرورت نیست، اگر برق باشه باز همین چیز بیخی بخاری واری کار میکنه. اینی خوبش است که برای زمستان میشه وازش کنین دوستان ببینن. این تکه است یا پلاستیک؟ نه این چیز است، دو داخل که است برکی سامان مس است او پاراشوت است بازی. تکایی که است خوبش نیست. کاغذ واری کاغذ واری که است خوب نیست. خب همین ترپالی که است خوبش است. این چند متر است؟ این 6 متر است، مکمل اتاقش میگیره. سعی کن مکمل اتاق 6 متر را میگیره دیگه. دوستان اینا میبینید زیر کاری. بازی مصرف برقش چطوره؟ این مصرف باز خوب است، اما 800 وات است. 800 اما چیز که است او گرمی که است 2,500 است. همین 3 فرش که است یک او گرمی مصرف میکنه. بسیار خوبش است دوستان اینا دیدین. اینشون پلاستیک است گفتین؟ این پلاستیک است اینا. پاراشوت است خب. بازی که بازو رقمایش که تکه می باشه وا چطور است؟ تکه که است بازو که است او میگیره زیاد خراب میشه بازو. پاراشوتی که است خوب است. دارین؟ اوم دارم اینجا. از اون نشان بدین که ببینن دوستا تفاوت از اینا را. بسیار خوب. اینی تکه است. این بسود خراب میشه. این خراب میشه. قیمتای زیاد چه فرق داره؟ این 800 است و 1200 است. امیت اما اتوماتم باز یک رقم دارم. او قیمت است باز. اتومات خودش گل روشن میشه باز. او کی است 1900 است. و جنسیت چند؟ همون جنس است، او خوبیش است. این چیز جور نمیکنم. به خاطر اتومات بودنش قیمت است. او به خاطر هم اتومات که است، چیز اتومات جور که مصرف زیاد شده سر. بله. خب دیگه چی چیزا از دکان شما؟ دیگه خو همین رجاییش است، همون سرتختیش است، خو گفتیم با تو. همین سرفرشی است. زمستان که است. این سرفرشیات چند نوع جنس داره؟ او هر رقم داره. زمستانی و بارستانی هم داره دیگه. طورش که با زمستان زیاد مردم میگیره که ضرورت است. قالین که از دبل می باشه همین سر شاور میکنه باز. یه با شستن هم آسان است. استفاده میکنن به خاطر که چرک هم نشه. چرک هم نشه و قالین چرک نشه و همین میشویه باز. در زمستان خود قالین سخت است که بشویی. یا تکیشون چی است؟ این بخملی است. بخملی است. اگر رقم کمپلیش هم است، بخملیش هم است. این کمپلیش نو است فکر کنم بخیر. این نو آمده. با این قدم این خوبیش است. این نو آمده. دویش خوبیش آمده. یک بار بازش کنین که ببینن دوستان. بیا. ساحل خیر است باش ممنونتم.
چه خوبش است که ازی بسیار خوب. جنس باز تفاوت داره. خوب جنس هم امی اول کیفیت داره. تا چند متر دارین از یا؟ این تا 12 متر است. 9 متر هم است. 12 اخری کلان است و 6 متر هم است. 3 متر هم است. زیر بخاری آور میشه. قیمت های چند است؟ این خود 1200 است. باز 800 هم داره، هر رقم داره. هر رقم داره. اما 800 که پایین نیست. 1200 که بالا نیست. همین 6 مترش. 6 متری. باز 12 متریش چند است؟ 12 متر که است. او باز 2000 هم است. 1300 هم است. 1500 هم است. نظر به اندازهشان قیمتایشان است یا نظر به جنسیت؟ نه به جنسیت قیمت است. قیمت به جنسیت فرق میکنه. او کمپلیشون نشان بدین که دوستان رو ببینن که کمپلیش چه رقم است و قیمتش چند است. این دیگه بیخی مثل کمپل وارست. این بیخی کمپل است. به خاطر زمستان است بیخی کمپل است. تقریبا قالین است دیگه. قالین است. قالین هم است و کمپل واری است. میتونن سر موکیت هم از استفاده کنن. سر موکیت است نه یا. بسیار مقبول است. این با دبل و نازک داره. خب نازکش 1200 است، ایش که 2000 است. 2000 است. نازکش هم همین جنس است. همین جنس است، خب نازک است. بازو خراب زود میشه، خراب نمیشه. زیادتر مردم چی رو میخرن در دکانتون شما که هر روز همینجا میباشین خرید فروش؟ خودم کمپل میخره، اون فرش برکی و توشک برکی همین چیزا میخره. همین چیزا زمستان است نه، به خاطر همین میخره. تشکر میکنم از شما. خیر باش. زنده و سلامت باشین. در کارتان برکت. سلام. خوب هستین؟ سلامت باشی، بخیر باشی. تشکر میکنم. اسمتون چیست؟ محمد آصف ناصری. بسیار خوب آصف جان. بر من بگو در دکان خودت چه چیزا هست؟ سرتختی است، لیاف است، کمپل است، جامپاک، روی پاک، کالای خاو. هر چیز داریم، روی پرشی داریم. وسایل خانگی خیلی زیاد داریم. کلش دیگه وسایل زمستانی؟ بله، زمستانی هم داریم، تابستانی هم داریم. در تابستان هم میارم بفروشین یا نه؟ بس فرق نه، تابستان که است علیده است، زمستان علیده است. خب بسیار. بله. چطور از بازارا؟ خوب است الحمدلله، شکر. بیشتر چی را میخرن در بین لوازم کس؟ لیاف میخره، کمپل میخره، توشک برقی، پرش برقی، این چیزها را زمستان زیاد مردم استفاده میکنن. اینی چی است که دوستان شاید تصویر دیده باشن که چی است؟ یک رقم پشمیز بخی. لیافای خارجی است، نه آمده، خیلی خوبش است. لیاف است یا کمپل؟ این هم کمپل است، هم دیگه لیاف. هر دوش دیگه گفته میشه. رنگایش هم مختلف است، بسیار مقبول است. بسیار مقبول است واقعا. پشمی است، خیلی نرم و گرم است. بیخی یک چیز نو است. خیلی یکی است تازه آمده، خیلی یک چیز نو است. یا از کدام کشور آمده؟ یا چینایی است. چینایی است. باز یکی است سیتی مکمل بر تخت است، هم لیاف داره، هم پوش توشک داره، هم پوشه بالش داره. مکمل سیتی است. بر تخت هم استفاده میشه بدون از اون. لیافش هم داریم بالا. باز از این لیاف چند است؟ لیافای روسی است، بسیار مقبول لیافا. درست است. درباره از ما صحبت میکنیم. این یک نفر است یا دو نفره؟ یا دو نفر است، یک نفری دیگه آمده، یک سایز داره. کلش دو نفر است. بله، کلش دو نفر. بسیار. قیمتایشان؟ قیمت از اینکه است 5000 5500 است، خوب مرد کردگی به خاطر شما که است بازار حساب میکنم 3000. 3000. بسیار خوب. یک تخفیف خاص برای شما. زنده باشین. قیمت هم از دیگه نسبت به دیگه جنسش خیلی خوبه. جنسش خوبش است. دوستا گرنگ هم است. بسیار خوبش است. خب دیگه می سرتختیش هم نشان بدیم. وام از همین جنس است یا تفاوت داره؟ یک سرتختی داره، دو تا پوش بالش داره. این پوش بالش نشان بدین صحیح است. اینی که است سرتختیش است، برای توشک پوش میشه. بسیار خوب. اینی هم پوشای بالش است، همون تو نرم و گرم. اینی بسیار خوبش است دوستا. بیخی یک چیز نو و با کیفیت بالا. واقعا که خب درباره از کمپلایتان هم بر ما بگین. سرتختیش هم 3000 است یا نه باز فرق میکنه؟ سرتختیش باز 5000 پامه. 5000. بله. در سرتختیش تخفیف نمیدین؟ 7000 7500 است، خوب عبرت نمیدین تخفیف مرد کردگی. این چطور مثلا این خود لیاف از گرنگ هم است نه؟ این 3000 سرتختی چطور که 5000؟ او باز هم لیاف داره هم سرتختی داره. خب لیافش هم است. لیافش هم است. خب صحیح. یک لیاف داره، یک سرتختی داره، دو تا بالش داره. سیت مکمل. سیت است یک رنگ. بیخی صحیح. سنال صحیح شد. من کنجکاو شدم دوستا که چطور نازک است. 5000 که
این هم کمپلا یک نفر است دیگه. کمپلا یک نفری است، مالای لات است، رنگایش هم مختلف است، دو نفری هم داره، یک نفری هم داره. این هم چینایی است. این هم چینایی است، مال لات است. این اصلا با دیگه کشورها جور شده، باز از فرمایش از اضافه میشه اینجا میلات به خاطر این میلات است. بسیار خوب. قیمت های از باز چند است؟ قیمت از کی است؟ قیمتش مناسب است، 1200 1300 این رقم است. بسیار خوب. یا کمپالایی که دارین در جنسیت فرق میکنن دیگه؟ بله، جنسش وزنش فرق میکنه، نازک و سبک داره. این کدام جنس است؟ نام از جنسیت؟ جنس از کی است؟ خیلی بالا است. خب یک نفری است، جنسش خوبش است. ام بهترینش همیز دیگه فکر کنم. دیگه جنس هم داریم، نازک است، دبال است، و رقمی جنسای دیگه هم داریم، نرخش فرق میکنه، جنسش فرق میکنه. میشه که نشان بدید از نازکام یک دانه که دوستان ببینن تفاوت جنس خوبشه با این جنس که کمک پایینتر از دیگه؟ بله، اینا باز یک ذره نازک است. نازک است. نرمیش هم فرق میکنه. بله، جنسیتش فرق میکنه. فرق میکنه کاملا. باز دو نفری هم همون جنسات دو نفری هم داره، یک نفری هم داره. بسیار خوب. فرق میکنه. خب درباره لیافایتان بگین، لیافای عروسی گفتین است؟ لیاف عروسی هم داریم، سرتختی هم داریم. بسیار خوب. این لیافای عروسی است. یا دیگه وطنی است یا خارجی؟ یا وطنی است، دستدوزی است. خب بسیار خوب. دستدوزی از یاد میشه در کابل میشه یا در ولایت؟ بله، در اینجا میشه. خب بسیار خوب. نام خدا. دوستا میبینین که چقدر یک لیاف مقبول است. رنگ کریمی دیگه. رنگاش باز مختلف، کریمی، جگری، فولادی، قهوه‌ای، هر رنگ باز داره. لیافایتان باز قیمتش چند است؟ قیمتی از 3,500 تومان. 3,500. بله. این یا خوب است، ارزان است گذره. بله، خوب است. پخته از یا پخته وطنی است؟ خارجی است، سفید، کلش دستدوزی. خب اینه دوستا پشتش میبینین کاملا دستدوزی است. خوب است که هیچ چی نمیشه، خلطه نمیشه، نه؟ جنسش خیلی خوبه. تکیشم تکی بخمل است فکر کنم. تکیش بخمل لاکی نو آمده. بسیار مقبول است. باز رنگش مختلف از دیگر رنگا هم بازدهی داریم. یارا باز نظر به سفارش جور میکنن دختشه یا که امت خودتان دیزاین میکنن؟ یارا خود ما دیگه فرمایش میتونم، باز اون اینجا نفر است بریم میدوزه. بسیار خوب. مردم باز نمی دیزاینر خوش میکنن. وای دیزاینر مودی روز است. بسیار دیزاینر نو است. بیشتر از این دیزاینایی که دارین کدامش خوش میشه؟ نما که است سرتختیش هم باز داریم. از امیلیافا؟ از امیلیافا سرتختیش هم رنگش باز داریم. ایران دمی داخل جور میکنن؟ ایران دمی داخل جور میشه. سابق از چین می آمد، از پاکستان، از ترکیه جور میکرد. علی ماشینا اینجا آمده و همین افغانستان جور میشه. چقدر مقبول دوستا ببینین، واقعا که افتخار است که یک زمان تمامش از کشور خارج می آمد، حال در کشور خود ما جور میشه. با چیزی بایی که هیچ وقت آدم میره ببینه تو فکر نمیکنه که داخل کشور آماده شده باشه. این هم سرتختیش است. بسیار مقبول. این دوستا خودتان دیگه در تصویر میبینین، هر قدر بگوییم کم است. سرتختیش هم نام خدا دبل است. خوب دبل، خوب سرتختی. بیخی مثل لیاف ماره میشه از استفاده شه. بازدهی جنسای نازکش هم داریم، دبلش هم داریم. نازکش هم باز داریم. بس قیمتش فرق میکنه. قیمتش فرق میکنه. این بازدهی که قطعی باز مشاهده رنگش باز میشه. میخوانم رنگش است. همون تو کریمی هم باز باو داریم. رنگش باز مختلف است. باز اینا را امرای سرتختی و لیاف یک جای مفروشین یا نه؟ ایران مردم علیده میخره، لیاف علیده میخره. اگان مردم سرتختی میخره، اگان مردم نمیخره. ورش فرق میکنه دیگه. اگان مردم لیاف تنهایی میگیره، اگان مردم سرتختی تنهایی. باز مشکل نداره دیگه. مشکل نداره. خب بسیار خوب. یار اگر دوش یک جای بگیرن باز قیمتشون چند میشه؟ قیمت یک لیاف و یک سرتختی 8000 تومان. 8000 تومان. بله. باز اگه تنهایی باشه؟ تنهایی که است لیاف 3,500 میاد، سرتختیش هم 4,500. 4,500. بسیار خوبش، بسیار خوبش. خب دیگه چی چیزا هست؟ سرتختی است، دیزاینش فرق میکنه. کالای خاو داریم، شیت لیاف داریم، این سرتختی هم کلش داخل ساخته شده یا بیرون؟ کلش داخلی است. بله. بسیار خوب، بسیار عالی. دوستا اینی کلان افتخار است. اینی جا میگن لیافا است؟ لیافای زمستانی است، ساده است. یک نفری هم داره، دو نفری هم داره. این لیافا است که دیگه عادی است. بله. خب اینا چند از قیمتایشان؟ پخته است یا پخته کجایی است؟ این پختهش خارجی است، دوختش اینجا میشه. بسیار خوب. از پاکستان میامد، علی کلش اینجا دوخت میشه. یک نفریش است دیگه. نفریش هم داریم. یا خوب است، سبک است نسبت به لیافای دیگه. گرم هم است. پختهش خارجی است. دلیلش چیست که پخته خارجی گرم میباشه؟ پخته خارجی که است هم سبک است هم گرم است. پخته وطنی باز گرنگ میاد ولی اونقدر گرمی نداره. بسیار گرنگ است پخته وطنی. واقعیتش. یا قیمتشون چند است؟ قیمت یک نفری لیاف خوب لیاف برات میاد درجه اول 500 روپیه. 500. قیمتش هم ارزان است. قیمتش هم خوب است. نفریش هم باز قیمتش 800 روپیه. 800. بله. بخی خوب است. بهترین قیمت داره. نسبت به کمپل ارزان است لیاف. بله. چطور که نسبت به کمپل ارزان است؟ لیاف که است ارزان میاد، کمپل یک ذره قیمت است.
کمپل که از چین میایی باز اینجا جور میشه. هم جنسیتش خوبش است، از نظر از کمپلی باز زیاد گرم است. زیاد گرمه. بر خدا مهربان است که تو روز برسه که کمپل هم در خود کشور ما جور شه، باز ارزان میشه دیگه، مثل لیافاره. انشالله. همین قدر که شده انشالله و هم میشه. انشالله. چطور است بازارا؟ نظر خودتان نظر به سابق چطور شده؟ خوب است الحمدلله، چیزی که نصیب است میرسه دیگه. آیا به ما شما معلوم است یک ذره وضعیت کی است چی است کار نیست، خب بازم خوب است، همین چیزی که نصیب باشه همون میرسه. انشالله که خوبتر میشه. انشالله. خب آصف جان، یام سرتختی است. یام سرتختی است، یک ترکی است، سابق از ترکیه میامد، ولی کلش اینجا در وطن جور میشه. دیزاینش ترکی است ولی در وطن جور میشه. بله. بسیار مقبول است. دوستان شما خودتان میبینین که باز دیگه دیزاین هم داریم، از 20 تا دیزاین زیاد. یه کمک نازکتر است از دیگه. یک ذره نازکتر است و که است دبلتر است. اینا رو باز خانم‌ها میدوزند داخل کشور یا آقایان؟ نه، یا فابریکا داره، ماشینای کلان داره، کارگرا است، اونا باز میدوزند. داخل کابل است دیگه. داخل کابل است. بله. بسیار خوب. دوستان میبینین که نام خدا چقدر مقبول است و واقعا افتخار است. شما مگه میخواین که محصولات وطنی مدام پیشرفت کنه، در تجارت خوب باشه، حتما از اینا بخرین. به خاطر که از اینکه از محصولات خارجی بخریم خوبتر است که از محصولات وطن خود ما بخریم تا کشور ما اقتصادش خوبتر شود. واقعا که مقبول است. گفتین رنگای مختلف هم داره. رنگاش هم مختلف است، دیزاینش هم مختلف است. واقعا که چیزای خوب در وطن جور میشه. بسیار دوستان. بالش، توشک، لیاف، خیلی چیزا اینجا جور میشه. واقعا که سابق از چین، از ترکیه، از پاکستان میامد، حالا کلش در افغانستان جور میشه. واقعا جای افتخار است. دیگه چی چیزای وطنی دارین؟ من هم چیزای وطنی زیاد خوشم اومده، میشه که ما رو برام نشان بدین. زیر قالین آور میشه، فرش برقی، تاوخانه وری، اجاجت بخاری و چیز نمیشه. خب ببینیم دوستا اورام که چه رقم است. فرش برقی، توشک برقی دیده بودیم، فرش برقی رو ببینیم که چه قسم است. بسیار خوب. این توشک برقی است دیگه، فرش برقی است. بسیار عالی. نه دوستان میبینین این کلا یک خانه رو میگیره دیگه. بله. 6 متر است. 6 متر است. بله. این جنسیتش چی است؟ پلاستیک است فکر کنم. جنسش ترپال است. ترپال. خب. ناسوز است بازینا. نمیسوزه. گارانتی داره، 2 سال گارانتی داره. بسیار خوب. این چقدر گرمه؟ تا چقدر درجه؟ این گرمایشش خیلی زیاد است. حاجت به هیچ بخاری و هیچ چیزی نمیشه. تاوخانه وری خانه را گرم میکنه. بسیار حاجت به مرکز گرمی و هیچ چیزا هم نیست. این چقدر خوب است. چه یک سهولت کلان است. یا در وطن جور میشه. کلش در وطن جور میشه. بسیار عالی. دوستا شما خودتان میبینین که کلا هم یک اتاق میگیره، جنسیتش هم خوبش است و همچنانی که درجهش هم قابل تغییر است یا نه؟ نه، اینا با فرو است، مستقیم است. خب بسیار خوب. کاملا دیگه خانه را گرم میکنه. سایزش مختلف است. 12 متر هم داریم، 6 متر هم داریم. هر سایزی که هر کس بخواد برای جورم کده میتونیم. فرمایشتی هم بخواد برای جور میکنه. چطور از بازار اینا نو اومده امسال یا سال پیش هم بوده؟ این 3-4 سال میشه که اومده. جنسش هم خیلی خوبیش است. مردم فهمیده در کیفیتشانه؟ نه، مردم نتیجه خوبه داده. خب هر کس میگیره ایره. فکر کنم که دیگه بازار از امیا خوبتر است. چوب زغال قیمت از دوستا بیاین از این چیزا بخرین، خوب است، ارزان هم است و کل خانه رو گرم میکنه. قیمتش هم اقتصادی است. 1000 روپیه یک فرش برقی است. 1000 روپیه. دوستا چقدر خوب. پیسه یک خروار چوب 11 دانه ازی میشه. بله. میتونن که ازی بخرن. بسیار خوبه. خب اینیا چی است؟ یا فکر کنم توشک است. سه سایز داره، یک نفری داره، دو نفری داره، سه نفری به حساب تخت که از سایز کلان میاد به حساب سه نفری در بازار سودا میشه. یا باز درجه داره، اتومات است. بله. یا خوب از درجه هم داره. ذات میشه. بله. میشه که رو یک واس کنین، زحمت اگه نمیشه که دوستا ببینن. اینی هم توشک برقیش است. جنسیت زیاد دیگه. خوبش است، تکیش هم نرم است. بخمل است بازی. بخمل است. رنگای مقبول هم داره. این 3 نفریش است. هر رنگ داره، 3 نفری است، 2 نفری و 1 نفری هم داره. خوب از دوستا که یا باز اینا درجه هم دارن. اینا شما میبینین که درجه هم داره که میتونین مثلا درجهش کم زیاد کنین. باز دباغ چطور هستن یا امینا چی؟ یکی از 120 وات مصرف داره، فرش که از 430 وات مصرف داره. مصرفش خیلی کم است. کم است. بله. یا قیمتایشان چند است؟ قیمت 3 نفری برتمیه 900 روپیه، قیمت 1 نفری 500 است، قیمت 2 نفری 700 روپیه است. بله. باز هم خوب است. بسیار قیمت خوب داره دوستا. شما میبینین جنسیتش هم بسیار خوب است. باش که این پشتش هم دوستا ببینن. درویه است. درویه است.
که پشتشون بخمل است. بله. پیشرویشون بخمل است دوستا، پشت سرشون که یا بسیار خوب است به خاطر زمستان دیگه. انشالله که تشویش زمستان نداشته باشین دوستا. شکر خدا در وطن ما محصولات ساخته میشه که بسیار سهولت بر ما ایجاد کرده. خب اینیام درباره از بر ما معلومات بتین. یا سرفرشی هستن. سرفرشی است. یا برقی است یعنی نه یا ساده بر روی خانه داخته میشه. باز سایزش فرق میکنه. 6 متر، 9 متر، 12 متر سایزش مختلف است. جنسیتشون فرق میکنه دیگه. بله او جنسش فرق میکنه. نخی است، بخمالی است، گیلمی است، 3-4 رقم جنس. نخیش دیگه شاید به خاطر گرمی باشه. بله باز بخمالیش باز زمستان است جنسش خیلی خوبیش است. این خوب است یام گرم نگاه میکنه خانه را. دیگه قیمت های زیباست چند است؟ قیمت 12 مترش میاد 1500. 1500. و قیمت 6 متر و 9 متر؟ 6 متر که از 800 روپاس، 9 متر هم 1000. بسیار خوب. بیشتر نمی وسایل که از کدامش زیاد فروش داره؟ چیزی که لازم خانه میشه، یگان مردم لیاف میخره، یگان تا سرپرشی میخره، یگان تا میاد توشک برات متفاوت. آره اگر به طور مجموعی بگوین روزانه چقدر فروش می‌داشته باشین؟ خوب است 20000 30000 هم رقم. ماشاءالله این دیگه کار شما جور است. خوب است. خوب است دیگه. شکر است. شکر خدا است. به خدا. دوستان دیگه شما میتونید در تصویر ببینید نام خدا در دکانشان همه چیز است. سرتختی، لیافای عروسی، کمپلا، انواع کمپلا دیگه بسیار مقبول. این چی است؟ یه هم شیت لیاف برای لیاف سفید باینش پیتا دختگی ما باینش واز است. دیزاین لیاف داش میبره بسیار چیز خوبی است. این یک رنگ است؟ این هم نقره‌ای داره، هم رنگ داره. خب همین پیتش فرق میکنه دیگه. پیتش فرق میکنه دیگه. کلش سفید میاد. برای لیافای عروسی است. شیت لیاف عروسی است. این شیت بسیار خوب است که شیت میکنن که چرک نشه. نه شستنش آسان است. میشه کیرم یک بار باز کنین دوستا ببینن. ببخشید دیگه دکان و شما بسیار گردی کردید. وطندارای ما ببینن که بسیاری ها هستن خودشان میدوزن نه؟ بله. حال خوب است او گپا دیگه خلاص شده. حال تیار همه چیز آماده است در وطن خود ما. این دوستا شیت لیاف از بینش واز است، پیتا دختگی است. اینجا هم دیزاین لیاف واز میبره. بله که بسیار مقبول دختر شده. تکی از چی است؟ تکیش نخی است. نخی است. بله. نخی دبل هم است. بله. بسیار خوب. دوستا بسیار مقبول است. یا ساخت وطن است. یا هم ساخت وطن. بسیار عالی. خب بسیار زیاد تشکر از شما که همراه ما همکاری کردین در این بخش برنامه بر ما معرفی کردین لوازم زمستانی را. اگر کدام پیام داشته باشین کامرا در خدمتتان است. سلامت باشین. امیره که در وطن ما صلح یا کرامی بیاید. اینمی چیزا حال کلگی ماشاءالله در افغانستان جور میشه. اینمی افتخار ماست. باید کل ما شما وطن جنسی وطنی را بگیریم. اینمی که استفاده وطنی را کنیم خیلی خوب میشه. ان شاء الله تشکر میکنم. بخیر سلامت باشید. زنده باشید. عزیز خوب پنجره افغانستان، اینجا یک دکان دیگه است که شما قسمت که در تصویر میبینین که فکر کنم
لیافا است و بعضی چیزهای دیگه است که پرسان میکنیم. سلام علیکم بیادر. و علیکم سلام خورجان، خوب است؟ خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر، زنده باشید. نامتان رو نگفتین، نام دست شیده؟ نام عبیدالله. عبید جان، خوب، بسیار خوب. یا کلش دیگه مال نو است، لات است؟ کلش لیلامی است. لیلامی است. لیلامی است. خوب، بسیار خوب. چطور است لیلامی مردم میخرن؟ میخوره، مردم میخوره، لیاب میخوره، توشک میخوره، جنس خوب جنس است، خراب نمیشه. خوب. یا کلش خارجی است دیگه؟ کلش خارجی است. بله. این هم کمپل هستن حتما؟ اینمی خارجی کمپل است، اینمی جافانی لیاف است، یک نفره، اینمی لیاف است، دو نفره، سرتختی اینمی است، سرتختی هم داریم، اونمی بیرون بالش است. انشالله جنس خوب، بهترین جنس دارم. بسیار خوب. یا دیگه کلش از خارج میآید؟ کلش از خارج میآید. بله. بسیار خوب، بسیار خوب. باز چطور از بازاری دکاندارای نوفروش خراب خدا کردی امرای لیلامی؟ نه انشالله خوبش است. فکر کنم ارزان تر است. نه از دیگه ارزان است، جنس خوبش است، مردم خوش. چند است می کمپلای که خودت گفتی چند است قیمتش؟ اینمی است 700 روپیه، 7500 روپیه دو نفره. اینمی لیاف است 800 روپیه، 900 روپیه. اینمی لیاف است دو نفره، یه 5500 500 روپیه. اینمی سرتختی است 3500 400. فرق داره، کلش جنس فرق داره. جنس فرق میکنه. کدام جنسش قیمت تر است؟ کدام جنس اینمی قیمت است، خوب بهترین جنس است. دوام اینمی است یک نفره، بی بهترین جنس است. بسیار خوب، بسیار خوب. اونو لیافا فکر میکنم از دیگه جنس هستن. اون قسمت لیافای سفید کسا. اونمی سفید تیوی توشک است. خب توشک است. بله، او تیوی توشک است. خب تیوی توشک یعنی چطور؟ دوبارش معلومات بدین. یه توشکی را کم جنس است، خوب بهترین درد کمر درد اینمی کلیش ختم میکنه. خب جنس بهترین اونمی بالش هم دارم، تیبی و توشک هم دارم. بسیار خوب. این به خاطر چی تیبی میگن؟ جنسیتش متفاوت است؟ جنسیتش طبعا متفاوت است. حتما پختش هم دیگه کدام؟ نه پخته نه است، یه اسپنج است و در داخل مواد داره. خب چی مواد است داخل؟ ولی که خو خارج جور کردیش چرا که مواد نمیفهمید دیگه. نمیفهمید. خود درد و در کمر درد کلیش ختم میکنه، بهترین جنس است. حتما میخرن دیگه مثلا؟ میخره، مردم میای میخره. چند است قیمت های زیاد؟ یه دو نفره میای 6500 روپیه، یک نفره 2500 1500 روپیه. جنس فرق داره. فرق میکنه. بله. کدامش زیاد خوبش است؟ اینمی جنس خوبش است، دو نفره است. اینمیش خوبش است. از دور معلوم میشه که اینمی خوبش است. جنس است. این دوستا ببینین که این دیگه طبی است. کلا درد بدن گم میکنه. انشالله کلش گم میکنه، جنس بهترین خوبش است. بسیار عالی، بسیار عالی. چطور است میخرن هموطنای ما یا نه؟ میخورن، مردم میخوره، 2-3 روز سودا میشه. خوب بسیار خوب است دیگه. خیلی دوستا بسیار خوبش است، بسیار نرم هم است دیگه. قسمی که گفتن که طبی است، برای امراض هم فایده داره. اینمیش دیگه بسیار خوب است. او کسایی که از درد کمر، درد پای، خصوصا کلانسالا و مادرها که رنج میبرن میتونن از استفاده کنن. بسیار خوب است برشان. خب عبید جان، بر ما بگو که این از کجا خریداری کنن؟ آدرس خودت بگو، آدرس مارکت بر دوستا بگو. خوراک جانی مارکت ارشیف ملی است، دیوغانانو در چوست شپخانه جمهوریت در اینمی بغل است. مارکت خوب مارکت است، لیلامی است، نو است، کلش اینجا سودا میشه. اینمی لیلامی ما در عمدم سودا میکنیم، در فرشون هم سودا میکنیم. بسیار خوب. از ما مال کلش در پاکستان میاییم، ما خود در پاکستان میریم، 2 ماه 3 ماه اونجا خرید میکنیم، دیگه اینجا رایی میکنیم. جنس خوب بهترین جنس است. بسیار خوب. تشکر میکنم عبید جان.
که براتان گفته بودم که آمدیم به یکی از مارکت های که لوازم زمستانی است. همچنان در این مارکت یک دکان است، چندین دکان است که البته پرده داره. ما در یکیش آمدیم که پرده زمستانی هم نو آمده. ببینیم که پرده زمستانی کدام تکه است، جنسیتش چه رقم است و قیمتایشان چند است. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحتمند؟ تشکر. زنده باشین. میشه که بر بینندای ما یک معرفی داشته باشین؟ محمد شریف هستم، یکی از دکانداران بازار اتفاق مارکت. بسیار خوب. خب بر ما بگین که بازار پرده فروشی چطور است؟ پرده و پشت توشک از دوش است دیگه. پرده و توشک است و بازار بسیار خوب شده و خوب تکه هم داریم. بسیار خوب. تکه های خوب است دیگه. تکه زمستانی کدام نو آمده؟ زمستانی است، بادی است دیگه. این تکه های ما هست، اینجا هستن. خب بریم دوستا ببینیم تکه های زمستانی را. این تکه های این بخملی است که اینجا هست که یک ذره از او نازکتر است، متوسط است. در 6 دیگه در کل چند نوع تکه است بر زمستان؟ در کل دیگه اینا چند رقم است؟ یک رنگ، دو رنگ، سه جنس. تو اینجا بخمل است، اینجا مکمل زمستانی است. 4-5 جنس است دیگه. 4-5 جنس است. اونها که از باریستند. و باریستند. ما فکر کنم نسبتا گرم هستند. نسبتا گرم است. کلا پرده دیگه گرم باشه. پرده باید گرم باشه که می کلکینا و یار دوستا بسیار خوب است که از آمدن شمال جلوگیری میکنه. بله. باز فامیلای افغان یک رواج دارن که زمستان که میشه دیگه باز تبدیل میشه، پردای باریشان تبدیل میشه، پردای زمستانی میه. حتی بسیاریا در دروازه خانه که میباشه که پرده دبلتر میزنن. پرده دبل مندازن، هوا چون سرد میشه دیگه زمستان پردای خود تبدیل میکنن، باری را پس میکنن، زمستانی میاندازن. بسیار خوب. خب تکایتان نظر به جنسیتشان، قیمتایشان بر ما بگین کدامش کدام قیمت است؟ قیمتای ما خوب است، متوسط است. اینجا کسی بازار ما کرای ما نسبتا کم است و خصوصا دکانای ما که است کرای هم کم است و دوختم از دست خود ما است. دست ما خود ما اونجا بچه ما است. خود ما در زمان خیاط هستیم، ولی خود ما می‌ریزیم. نسبتا ارزان است، خود 2.5 الی 300 فی متر برشان تمام میشه. خب این می بخملا 2.5 است. بله. خب بسیار خوب. ایدگاهش باز چند؟ اونم اینا مکمل می زمستانی 2.5 است. 2.5 است. این فرق نداره نظر به جنسیت تکیش؟ نه فرق نمیکنه. خب بسیار خوب. خب این پوشای توشکتون درباره از یا برام معلومات بدین یا کدام تکه است؟ اینا رو خودتون می‌ریزین؟ این تکای توشک است زیادتر به میمانخانه میگیرنش و با خانه عروس میگیرن، خصوصا این جولیا را با خانه عروس میگیرن. در زمستان هم از جولیا استفاده میکنن؟ میخرن یا نه؟ حتما. به خاطر از اینکه تنها پرده بندازن بازوتر مقبول معلوم نمیشه. جولیا هم در ضمن مندازه پولیش که یک چیز مقبول این جولیایتان کدام جولی؟ جولی چند رقم می باشه؟ جولی است. جولی خال موره میگه ایده خانه های عروس زیادتر مندازن و دمی تکه فوکس میکنن. اینمی خال مورد نو مود شده، سابق قدر نبود نه؟ جولی ساده استفاده میکردن. سابق تکای خال زیاد بود، حال موردار است. موردار است. سایزی اگر باش من درستی نشان بدم براتون بسیار. این دوستا میبینید بسیار مقبول است. دیگه آشه میگن نه می قسمتش آشهش است، بسیار مقبول کار شده. قسمت های بالایش هم کار شده دیگه. بسیار خوب مچینگ داره امروز می رنگ. چندین رنگ داره ای. رنگ‌های زی مختلف هستن اینجا اگر میتونین ببین. دوستان اینجا باز جولی هم چند رنگ و چند رقمش است. این جولی ما سونه. این رنگ جیگری است دیگه، جیگری است. واسه بسیار مقبول معلوم میشه. بسیار مقبول معلوم میشه. باز خصوصا امروز یا که ازمو پشت توشک شما هم رنگش باشه بخی خوبش میشه. توشک و پردهش هم رنگش میباشه و زیادتر و خانه عروس میگیرن میشه. به یگان میمانخانه میگیرن. خانه عروس میمانخانه که میخوال موره یک شوی خوب داره، مقبول بالا میشه. خب این نگاه کو چی است؟ یا از پرده است؟ این قندیلاست که قندیلای پرده است که در پیشوری رات بند میشه. سابق سرپرده‌ای مود بود، حالا مود سرپرده‌ای خلاص شده. بند میکنن. باز از اینا بند میکنن بسیار. یا هم یک دیزاین داره یا چند رقم شده؟ چند دیزاین داره. اون رنگک فلوتی اون دیزاینش هم هست. گردش هست، اینی دیزاینش هست. این دیزاین کاره داریم. بسیار خوب. خب جولیایتون قیمتاش چند است؟ جولیا فرق میکنه. این جولیای موقع هست اینا 3.5 پس قیمتش. اینا 3.5 است. الا تا اینجا را 3.5 است. باز اینا باز 2.5 است. یا دیگه ارزان تر میشه است. اینا کاست 2.5 است.
یه جولیاکای پر است. بسیار خوب، بسیار بوزی یک اینیم 3.5 سال است. یک جنس ظریف متفاوت است. جنس ظریف است که این کریستال میگنشه. جولیاکای ما یارو زیادتر به خانه عروس میگیرن و خانه هایی که یک آپارتمانی است یک کلکین داره او رو میندازن که خانه روشن مال میشود. پرده نمیندازن. تشکر میکنم از شما. خوش میکنم. تشکر از شما که زحمت کشیدین. هموطنای خوب و نازنینم، تشکر میکنم از شما که هم نفس با ما بودین و برنامه ما را هم مثل همیشه بیننده بودین. انشالله که مثل همیشه ما را حمایت کنین. منتظر انتقادات، پیشنهادات و کامنت های زیبای شما عزیزا هستم. همچنان لایک و سابسکرایب چینل خودتان فراموش نکنین. دوستای عزیز، در برنامه امروز براتون وسایل زمستانی را معرفی کردم. وسایل بسیار زیاد خوبه که شما در تصویر دیدین. دیگه انشالله که یک معلومات مفید براتون بوده باشه. این بود برنامه امروز ما. تا برنامه بعد، خداوند نگهدارتان.